گزارش نو سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای تغییرات اقلیمی میگوید برای کاهش گرمایش زمین، بهبود منبع‌های آب و امنیت مواد غذایی باید استعمال گوشت کاهش یابد. هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد می‌افزاید تأمین مواد غذایی از گیاه‌ها و منبع‌های حیوانی پایدار تا سال 2050 می‌تواند چندین میلیون کیلومتر مربع از زمین‌های زیر کشت را نجات دهد و بین 70 تا 80 گیگاتن از تولید اکسید کربن و گازهای به این مانند را کاهش دهد. گرمی کره زمین نسبت به دوره قبل از صنعتی شدن حدود 1.5 درجه افزایش یافته تحت تاثیر موجهای هوای گرم، خشکسالی و بارانهای شدید و همین طور تخریب زمین‌ها و وسیع شدن صحرا افزایش یافته است. این هیئت در گزارش خود خاطر نشان می‌کند که فعالیت‌های انسانی به بیش از 70% از سطح کشتی زمین تأثیر می‌گذارد و کشاورزی حدود 70% از منبع‌های آب تازه زمین را مصرف می‌کند. به نظر می‌رسد که حالا در تاجیکستان درباره این مشورت سازمان ملل متحد اطلاع ندارند. در عرفه تجلیل عید قربان که در تاجیکستان روز 11 اوگوست جشن گرفته می شود، نرخ گوشت از 40 سامانی گرانتر شد. دیدن شب رفتم مول زنده به حد قیمته. برای قربانی میگیرن گفته به حد قیمته. و زلال قصاب میشه، زلال چیزه. شما بعد وقتی مال زنده خورد مجبور است گوشت قیمت. نه ما استرگی امام 45 سامان استرگی مول مایده. از فایده تا نمونه؟ یکم خدا با شکر جمی دسته مایده خاک انصاف سوداگر میخره. این دیگه هادی مول رو بین 1200 1300 1700 سوم میگه. اوی مردک میخره، این مردک پتیل میسپره. سازمان ملل متحد میگوید که کشاورزی جنگلداری و دیگر موردهای استفاده از سطح خاکی کره زمین توسط انسان بین سالهای 2007 2016 سبب تولید 23% از گازهای گلخانه‌ای بوده است. هیئت بین المللی تغییرات اقلیم پیش بینی میکند که سال 2050 قیمت غله‌دانه حدود 7.6% افزایش خواهد یافت و این میتواند خطر گرسنگی را افزایش دهد، در حالی که تخمین زده می شود بیش از 800 میلیون نفر از مردم جهان از کمبود غذا رنج میبرند. تغییرات چند دهه اخیر در رژیم غذایی باعث شده است که در حال حاضر حدود 2 میلیارد نفر دچار فربهی شدید و یا وزن اضافه باشند.